سلام، خوش اومدی به اولین قسمت از خودمونی با گیتار و قهوه، جایی که قراره درباره حس‌های کوچیک، روزهای معمولی و چیزهای قشنگ صحبت کنیم. امروز هم قراره بریم سراغ یه سبک هنری که روح آزاد داره، یعنی بوهمیان. امروز که داشتم اتاقم مرتب میکردم یه لحظه حس کردم چقدر داشتن یه کنج خلوت و دنج برای گذران لحظه های خستگی، حتی مطالعه یا روزهای ابری و دلگیر و بارونی گزینه مناسبیه. یادم افتاد سبک بوهو چقدر همه این حسا رو با هم داره. بوهو یه سبک طراحیه که از ترکیب طبیعت، آزادی، رنگ‌ها و بافت‌ها الهام گرفته. پر از رنگ‌ها، فرش‌های دستبافت و گلدون‌های مختلف که شاید با هم جور نباشن ولی در کنار هم حس و حال خوبی میدن. بریم و ببینیم بوهمیان چه جور سبکیه. سبک بوهمیان یا همون اختصاریش بوهو، سبکیه که در اون فرد میتونه بدون محدودیت و بر اساس خلاقیت خودش سبک خاص خودش رو ایجاد کنه. تو قرن 19 فرانسه بوهمیان به گروهی از هنرمندا و نویسنده ها گفته می شده که زندگی آزادانه و نامتعارفی داشتن. این افراد که به دنبال یه سبک ساده و طبیعی و خلاقانه بودن به فرهنگ مصرفگرای جامعه اعتراض داشتن. کلمه بوهمیان به مناطق بوهمیا تو جمهوری چک اشاره داره، جایی که کلی‌ها در اون زندگی می‌کردن و خب فرهنگ زندگی کلی‌ها یه فرهنگ آزاد و بدون قوانین مشخص بوده و بعد همین کلمه الهام بخش این گروه‌های مخالف میشه. تو قرن 19 بود که جنبش‌های هنری مثل رمانتیک و پیشا رافائلی به گسترش استایل بوهو کمک کردن، چون هنرمندای این سبک هم از طبیعت و فرهنگ‌های مختلف الهام می‌گرفتن و پوشش ساده و طبیعی و غیر رسمی داشتن. بعدها دوباره تو جنبش هیپی‌ها تو دهه 60 و 70 میلادی دوباره بوهمیان به اوج برگشت، چرا که هیپی‌ها هم که مخالف مصرفگرایی بودن لباسایی رو انتخاب می‌کردن که ساده و گشاد باشه و با الهام از فرهنگ‌های بومی و سنتی بود. بوهو تو دهه 1990 و 2000 دوباره محبوب شد و طراحان معروف استایل بوهو رو به سالن‌های مد برگردوندن و کم کم با رو آوردن چهره‌های معروف به استایل بوهو دوباره این سبک به یکی از پرطرفدارترین سبک‌های مد روز تبدیل شد. امروزه هم به خاطر راحتی و تنوع و منعطف بودن این سبک هم تو زندگی روزمره و هم تو موقعیت‌های خاص این سبک همچنان کاربرد داره و حتی امروزه از مد فراتر رفته و به یه فلسفه زندگی تبدیل شده. این سبک فقط دکور نیست، یه سبک زندگیه که یادمون میاره قرار نیست همه چی مرتب و صاف باشه، کافیه که واقعی باشه. اگه دوست داشتی برام بنویس چه سبکی بهت آرامش میده و اگه میخوای قسمت‌های بعدی درباره سبک خاصی باشه حتما اون پایین کامنت.